درود به مخلصان برنامه‌های تلویزیونی سفینه. پرسکاو دوست داشته شما روی اکران هاست و امروز موضوع باز هم جالبتر. لحظه تو گوش بده. بلاگر کیست؟ در جامعه امروز چی مقام و چی تاثیر دارد؟ از همه عجیبش در آن است که حتی کودکان خیلی خردسال میدانند که بلاگر کیست و در آینده بلاگر شدن میخواهند. بلاگر کیست میدانید؟ Я знаю, это который снимает. من دیلوار سلام میشناسم. آنها چی کار میکنند؟ Фотки. در اینترنت رسم میگذارند. Да. Я чи TikTok снимать میکنم. بلاگرها بسیاری بعض خودشون سیونکا میکنن. یکون ریپه، یکون چی میخوامن، یکون چی گپ میدن. ای پسر، شما بلاگر شدن میخواهید؟ Да. بله. Не. چرا بلاگر شدن میخواهید؟ Я хочу, чтобы это фотки накопить. Я хочу стать знаменитым. برای کی یا شویم. چه زیبایی. برای بلاگر بودن خیلی زور نمیشه. فهمو دیدید این شوخی نیست و یکی از موضوع روز هم هست. می‌بینیم مسئولین اساساً اونهایی که مسئولیت بیشتر دارن درباره نظارت فضای مجازی و عموما فضای اطلاعاتی، این بحث خیلی دامنه‌دار شده است، نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای بیرون، که آیا ما کار بلاگری رو، یعنی فعالیت بلاگری رو همچون کسب، همچون کار اعتراف کنیم یا این همچون یک شغل بماند. پس به فکر شما این کسب است؟ بلاگری کسب نیست. این چیست؟ بیشتر مشغولیت است، شغل است، یک سرگرمی است. فهمو کی میتواند بلاگر شود؟ هر کس میتواند بلاگر شود. در ردیف کار کسبی که میکند، فرض کنیم دکتر است، معلم است، ژورنالیست است، یا دهقان عادی است، هر کسی که باشد میتواند با استفاده از تکنولوژی نوین و فضای مجازی بلاگر شود و مثلا در یک ساحه معین یک فعالیتی را پیش برد. راست و از این خلاصه کردن ممکن است که اصلا در جهان امروز کار بلاگری کار منفی نیست. بله، اما این فضا آزاد است و هر کس خود را هر گونه نشان می‌دهد. متاسفانه. اما در این میان یک گروه، یک زمره هست که میخوان یک شهرت به دست بیارند، زود در میان جامعه شناخته شوند و از این سبب براشون خیلی مهم نیست که چی میگویند، چی نشان میدهند، چی مینویسند، مهم نیست. مهم اینه که یعنی هر چیزی بیرون از قالب‌های معمولی رو در صحیفه‌های خودشون، در بلاگ‌های خودشون بگذارن تا اینکه مردم را جلب کنند. انا همین را قید کردن می‌خواهیم. متاسفانه در بیشتر موارد مشاهده می‌شویم که یعنی آنها زبان ادبی گفتگویی یا زبان ادبی نوشتاری را رعایت نمی‌کنند و اخلاق خوب از خود نشان نمی‌دهند و بد اخلاقی را ترویج می‌کنند و می‌خواهند با این یعنی مردم بیشتر به خودشون جذب کنند تا شناخته شوند، تا لایک بسیار بگیرند، تا مثلا از گرفتن این لایک ها درآمدی هم مثلا از پایگاه‌های اینترنتی به دست بیارند. پس برای این گونه حالت را پیشگیری نمودن چه چاره‌ها اندیشیده شده است؟ همه قانون‌هایی که امروز در جامعه ما عمل میکنند، بلاگرها موظفند که از آنها چکنن اطاعت کنند از این قانون‌ها. بله. مثلا درباره احترام شخص است که در همه وسایل اخبار عامه این لازم است، این رعایت این قانون. بلاگر باید آن را رعایت کنند چون در فضای کار میکنند که جامعه برای خودش این قانون را تنظیم کرده است. دیدید 100% درست. خب اگر مثلا معلوماتی بر دروغ میدهد باید مسئول باشد. در واقع ژورنالیست از بلاگر چی تفاوت دارد؟ ژورنالیست کسب است، او جای کار دارد، مسئولیت مشخص دارد، یک رسانه مشخصی رو معرفی میکند، خب حق میگیرد، عهده‌داری دارد، یعنی خیلی از مسئولیت‌هایی است که بالای یک ژورنالیست گذاشته شده است. باز هم یک دو دلیل فرق کننده میگفتید؟ قبل از همه او دیپلم دارد، کار میکند و مسئول است. بلاگر چی؟ اما بلاگر چنین مسئولیت‌ها رو
ندارد، این جای کاری دائمی ندارد، خب یک هدف معین دائمی ندارد بیشتری اونها. بنابراین ما نمیتونیم بلاگری رو کسب کنیم. تشکر و خلاصه چنین است. اگر در جای ظاهر میشویم در بین عموم، در بین جامعه، ما پیش از همه دانیم که ما نماینده یک ملت دولت هستیم. ما رو با چشم مثلا یک شهروند یک دولت یک ملت نگاه میکنند و این رو ما باید این مسئولیت رو در خودمون احساس کنیم. سپاس برای اشتراک در برنامه و اندیشه جامعه در این خصوص چگونه است؟ برای این را معین کردن در اول میپرسیم که به بلاگران باور دارند؟ نه. کم نه با همه‌شون. خیلی 50-50. خیلی باور دارم. Не всегда. اونقدر بلاگرها را تماشا هم نمیکنم چون که وقت ندارم. قسمان ها قسمان نه. ما تلویزیون تاجیکستان. نقص میگفتید که به بلاگران باور دارید؟ ما با تلویزیون در تلویزیون یک بگی میتفاوت در تلویزیون در تلویزیون یکم اینترویو نمیتیم. وای. البته که قریب که باور ندارم. با بلاگران باور کردن خیلی هم مشکل است. نه. 50%. بله. Некоторым да. نه. نه. بله. 50 на 50. نه. بعضش من بعضی بلاگرانی رو که صحیفه گردان میکنیم و با صحیفه هاشون وارد میشیم راستی گپ نگران میشه. چرا؟ اونها یکمی که زبان مادری رو خوب نمیدونن، با زبان دولتی درست گپ زدن نمیتونن. اکنون میبینیم که وای چی میگوید. اگر یگان به واقعیت نزدیک باشد باور میکنیم. اگر که بسیاری از بلاگران چیز گپ‌های میگویند که مثال باور کردن دشوار راستی گپ. نه. بلاگران؟ نه. جواب همین. نه اونقدر. نه اونقدر. بلاگر فرق داره. با بلاگران اینقدر نه. Нет, я не верю блогерам. Не всегда. Честно говоря, нет. من در یگون چی باور ندارم. Ну, где-то верю, где-то нет. نه. باوری دارم بلاگران. با همگیشان نه و بعضی هایشان. فهمو دیدیم که فیصد کمی مردم با بلاگران باور دارند. در شبکه اجتماعی اینستاگرام باشد با این سوال مردم چنین پاسخ گفتند. دقت کنید. سپاس برای پاسخ ها و ما در اول سبب با بلاگران باور داشتنی برخی از مردمان را پرسیدیم. اگر مثبت بیاندیشه مثبت، کسی که به خود اگر آدم درست باشه، تحصیل کرده باشه، خوب کرده باشه بهترین. اگر کسی بخواد با رای منفیشان بره، رای منفیشان موجود داره. هر چی خواهد دلی تو. ولی رای زیاد خوبتری زیاد است که آدم تعقیب کنه. همه چی به یوتیوب هست، به اینستاگرام هست، به تیک تاک و چیزای خوبش اگر ببریم هست. بعضش برای معلومات درست هم چی می‌نم. بعضش معلومات درست میتونن، بعضش نه. گپای خوب زنن سوزنی که خیلی نصیحت میکنن خیلیش نمیشه. Блогер, там можно зарабатывать деньги. Потому что в основном, я думаю, что будущее за ними. Они, короче, как бы вам сказать, они предлагают нам что-то интересное, всегда что-то интересное, и мы с помощью них становимся чуть современнее. خیلی بسیار گپای خوب هم میزنن، گپای بد هم میزنن. گپای خوبشون زیادتر نسبت گپای بدشون. Ну, они, исходя из своего опыта, рассказывают что-то. شاید. اما فیصدی باقی مانده گفتند که نه آنقدر به بلاگران باور دارند یا خود کاملا باور ندارند. پرسیدیم که چرا؟ زیادش فریب میکنه. اکثر بلاگران رو من میدونم که هرزگویی هم بیشتر بگیم مشغول هستند. هر خیل بلاگرها هستن. خیلی حاضره همون اینستاگرام هم میکشویی، مثلا تیک توکش هم میکشویی. چی بسیار بلاگر بسیار. Хастян, блогеры, по инсофашам хастян. Не знаю, в социальных сетях бывает неправдивая информация, и ради рекламы они могут рекламировать все, что угодно, поэтому не стоит верить им всегда. همیشه خبر رو از منبع معتمد گرفتن خوبتر است. نظر به اونی که یک نفر کوچگی کدام یک خبری رو پیشنهاد میکنه. بسیارشون خیلی کره حقیقت میکنن، بعضیشون خیلی هایپ میکنن، هر خیلی میکنن، بعضیش باور کردن ممکن. برای کی بسیارش реклама برای فایده خودشون گپ میزنن کار میکنن برای همین. برای اینکه بعضیاش نگاهشو سطحی میبرد، بعضیش مثلا چه میکنه. خانگو جمعیت امروزه نسبت بلاگرها علاقه یک طلبات هست. چون به بلاگرها نمیشه. بلاگرها چون یک متکا یک تکانده جمعیت امروزه است میشن. که پیر بود و عاقل بود. هر یک دور زمان با خودش طلبات دارد. نگاه رودکی بزرگوار که بی‌روزی تجربه روزگار بهره بگیر
که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. بلوگری هست که با تمکین با مضمون با وای میگرزونه. هستن گروه کلانی که اونا برعکس نه زبانو میدانن و نه تصورات دارن و نه فهمیش دارن. برای کی با او اهمیت دقیقه بسیار نمیدم. Ну, потому что сталкивалась с этой проблемой. یعنی ضرر دید. Ну, где-то правду говорят, где-то, знаете, так вот. Ну, большинство нет, наверное. برای از اینکه زیادترشان که است ممکن به خاطر پیدا کردن پول همون کارا را بکنن. و همش دروغه. آدمایی که با بلاگرها رو دارن و توجه میکنن همه این به فکرم از بیکاری است. باوری من به همین منبع‌های معتمد است. چون که هوش صنعی میتواند هر یک کاری را کند که آدم زنده هم همون کارها را کردن میتواند و از این سبب فکر میکنم عین زمان در همین دور زمان برای بلاگران و برای هوش مصنوعی و برای دیگر که برآمدن برای با نفران حقیقی و غیر حقیقی باور کردن غیر امکان است. پیرموش که ای نادان اینقدر حرف‌های مفت نران. امروزه بلاگران ما نه اونقدر سطح خوب برآمد میکنن. امروزه نسل نوراست که همه وقت کوشش میکنند که سامانه اجتماعی را استفاده برد. از همون سو باید بلاگران ما یک سطح برآمد کنند که جوانا از همون یگان همسایه خوب گیرند. ولی امروز که تمام جوانان نسل نوراست رو به سامانه اجتماعی دارد اما بلاگران ما فقط تنقید به همدیگر جنگ و جنجال یک گپای خبه یگان خوبی ندارد به فکر من. دروغ میگویند؟ نه دروغ نمیگویند. چیزهای بیهوده هم میگویند. تلفن کم بازی میکنم تماشا نمیکنم. این سخن را نکرد از او باور. خودش خطا میکنم. نمیدونم نه همه وقت چیزای پرمضمون و درست میکاس میکنم. Я фойда не всегда блогер. Не знаю. Я сам блогерством занимаюсь, иногда на гитаре играю, но не думаю, что доверять стоит. Потому что я думаю, это не профессия. Ага, در واقع بلاگری کسب است؟ بله. نه. اگر کس حرفه‌ای باشه ازش درست استفاده کنن بهترین چیز است ولی بعضی کسایی که هکر هستن نمیدونن میآیند دیگه امو سیستما را هک میکنن یا میدراین به امو سیستمای کسایی که جور کرده به او کسب داره سرمایه گذاری کردن ولی اون میان را خراب میکنه یا جزیر میکنه. هم راه خوب است هم راه خرابش هم هست. اگر کس بتونه ازش استفاده خوب کنه خوب است. کسب نیست هنوز. Блогерам и як махорат است. И нам har kas карда наметавонад. Я считаю, что да, это профессия очень сложная, и не каждый может стать блогером. Блогери касб нест, балки як шуғл аст, чунки ин шуғлро дӯст медоранд, ба ҳамин шуғли дӯстдоштаашон пешаи кори худ мекунанд. Блогери касб нест. من فکر نمیکنم که امروز اینو همچون یک کسب اعتراف کنیم. شخصا من که کمی هم باشد فعالیت بلاگری که دارم صفحه خود رو هم دارم از همین سبب من این رو همچون کسب رسمی هم حساب نمیکنم تنها شغل دوست داشته خودم که هست استفاده میبرم. این کسب نیست فکر میکنم از بیکاری کدوکاری میگویند. این هم یک هنر است کدام میتونم اصلا من نمیتونم نمیکنم. نه کسب نیست. Не. Для кого-то да, для кого-то это хобби. Да, я считаю, что это профессия. بعضی کسب می‌حسابند که من کسب حساب نمی‌کنم. نه به فکرم. کسب که پوری است، دکتری است، بوغالتری. البته کسب نه این یک شغلی بیرون از کسبی آدم است. نه بلاگری کسب نیست. چون این کسب نیست. Почти ничего гуфта نمیتونم. Ну да. Да. بلوگری این هم حسابی که یک تشویقگری جامعه امروزه محسوب میشه اگر خطا نکنم. نه کسب نیست شغل است شغل. Нет, это призвание. Нет, это не профессия, нет. کسب نیست. نه. بلاگری خب در شرایط امروزی بله ها. فهمو فیصد زیادی مردم گفتند که این کسب نیست. اما دقت کنید به نظرپرسی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام گذرانیدیم. می‌بینیم که در اینجا 44% مردم گفتند که بلاگری کسب است. 34% باشد گفتند که بلاگری کسب نیست و تنها 22% ندانستند چی گویند. چرا این را کسب حساب نمی‌کنید؟ Самозванец. یک ترند است یک مود است چی میگن حاضر همین خیلی شده. برای اون که برای کسب صاحب کسب شدن برای کدام یک اختصاص رو گرفتن حتما باید که خوند حتما که باید ملکه کسبی آن رو داشت. اما این یک شغل است که مثلا امروز نفران با او
میگویم که سر و کار میگن. تنها میتواند این یک وسیله باشد که برای رسانیدن عموما خبر و معلومات و اطلاعات. اما وقتی که از بلاگری نفران هستند، نفرانی که پول می‌یابند و اهل و عائله و دیگر رو میتوانند خوراندن، من فکر میکنم که میتواند کسب شود. از حسابی که دریافت میکنن کمی هم باشد مبلغی که فایده به دست میارند. بعضی هست بلاگرها که تربیت خوب میکنن برای نسل جوان، کوشش میکنند که یگان منفعت خوب به دست آورد، اما بسیاری ها نام بلاگر نه اونقدر خوب در سامانه اجتماعی برآمد میکنن. این خیلی بیکاریه. همین بیکاری میمونن بعد حرف اندیشه ها میبرن. Потому что кому-то блогерство приносит прибыль. نه گیو میکنن، گیو رنگی همین قماره یا خیوان گیو میکنن. خیلی یک 10 کس جمع میکنن، یک کس میتن فریب بخی. سرگذشت حقیقی است. و بلاگر میتونه در یک جای همه روزه کار کند و میتونه در یک جای آموزگار باشد و میتونه عالم باشد و میتونه دانشجو باشد. نه هنر است نه کسب. خوبی برای که کسب خودش چی؟ کسب می‌آموزند برای یگان دانشگاه میخونند برای همین کسب. این و نمیخونند که. این یک فریب‌کنی یا مردم احمق‌کنی. Ну это как хобби может быть. آدم کسبدار کار میکند. چیزی خصوصیشان کسب نیست. پس برای چه فیصدی باقی مانده مردم آن را کسب میگویند؟ Нужно снимать идеи, выпускать СММщики есть. Вот. Это сложно, каждую идею, каждый день. Это нужно много труда, камеры, микрофоны, вот так далее. Потому что это достаточно трудно просто преодолеть такой страх публики и просто стать человеком, которого узнают на улицах. بسیار زحمت میکشم برای یک رولик снимать کردن. خودم میدونم یک بار снимать کرده بودم برای میگم. Хаузи бисёри бачаҳояш блогерӣ кардин зиндагишона пеш бурдестан. Ну, есть с этого есть определенный заработок, то да. ممکن کسب هست به خاطر ازی که شما در این روزا میبینید در سوشیال میدیا، البته در پلتفرم‌های جداگانه مردم که است استفاده میکنه از فیسبوک، تیک تاک، یوتیوب. فهمو خیلی میبینیم در جامعه امروز ها بلاگران تاثیر عمیق گذاشته ایستادند، ولی مردم در این باره چی اندیشه دارند؟ با فکر من که هست لیک جای خود را دارد. یعنی حاضرها پیدا شده است بلاگری همه جوانان در پهن شده است که تمام قشرهای جامعه خود را همچون بلاگر گفته و هر در سطح اجتماعی هر چیزهای بیهوده را میگذارند. با فکر من این خوب نیست. تشویش نکشید رفیقا، میدونیم بلاگری خوب باشد تاثیر مثبت میگذارد، بلاگری بد باشد تاثیر منفی میگذارد. با فکر من خیلی مثبتش هم زیاد، ضررآورش هم بسیار. خیلی اکنون نمیدونم به مثبتش همین که خیلی چیزی نمیدونسته که از بلاگرها میفهمی. نه هر کس بلاگر بوده میتواند. امروز هر یک نفر خود را بلاگر میگوید، این هم درست نیست، چرا که وابسته به جامعه امروز به رشد مثلا زمانی معاصر بله امروز خیلی بلاگری زیاد شده است، مثلا ساحه بلاگ رشد کرده است و خیلی هم خوب است، مثلا امکانیت‌های سیاحی، امکانیت‌های زبان آموزی را پیشنهاد میکنند، اما در جامعه ما این چیز خیلی در یک سطح خیلی پست قرار دارد. هستند نفران خوبه که مثلا امروز در ساحه برای رشد سیاحی، برای رشد هنرهای مردمی، برای زبان آموزی، برای کسب آموزی موادها پیشنهاد میکنند، طبیبان، روانشناسان مصلحت‌های خوب پیشنهاد میکنند. از این لحاظ همه رو بلاگر گفتن من فکر میکنم که درست هم نیست. در دور زمان حاضر تاثیر هم منفی میرسانند هم مثبت هستند نفرانی که با راهی بد، با راهی خیلی که میگن چورنی پیار، با همین راه میتوانند خود را به مردم حاضران که به جهان اینترنتی معرفی کنند. به همین وسیله هستند بلاگرانی که با یک ویدیوی خوب، با یک ویدیوی تربیت بخش میتوانند خود را مشهور کنند. اما متاسفانه در همین دور و زمان بلاگرانی که با راهی بد خود را شناس کردند به مردم، همونها نسبت به بلاگرانی که با راهی درست رفته ایستادند مشهورتر هستند. ولی اگر چقدرتر فکر کنیم این احساس یگان جهت خوبی ندارد، بسیارتر خون جگر میشویم. نه هیچگاه. من آموزگار هستم، از کسب پرشرف آموزگار بسیار افتخار میکنم. بله نه هویش که نصیحت میکنن چی خیلی بسیاری آدم ای راهی بد میگرده، انا بعضیش بود آدم‌ها را برای بد پیرو میکنن.
потому что многие мечтают стать блогерами в наше время. Это очень прибыльное занятие, не знаю, хобби, занятие для кого-то профессия. ҳам таъсирҳои манфӣ ҳам мусбат бисёр корҳоро ёд мегиранд ва дараҷаи тарбиявии корҳои ҳамин блогерҳо камтар аст нисбат ба хубишонда зиёдтар баъди онҳо дар сайтҳои иҷтимоӣ наворҳое паҳн мекунанд ки ба зарари ҷомеа ҳастанд. Ну, есть разные видео, например, про полезное, помогают людям, вот это, собирают деньги на больных детей, вот, есть видео такие. Есть такие хорошие и плохие блогеры, но большей части сейчас идут только хороший контент в основном. کم ساحه اینترنت که ساحه اجتماعی که تکوای میکنن خلق هوشیار میکنن یکی خیلی کی گویی کی بسیار آدم با یک فایده میاره بعضی آدم ضرر میاره داخل بلاگرها بسیار شدگن یک خلاش با خوبی نشان میدن یک خلاش با بیخوبی مثلا معنا نداره. آنها تمام واقعه‌هایی که روزمره شده میگذرد پیش از تلویزیون ها در سامانه‌های اجتماعی بیشتر پهن میگردد. مثلا من خواهش میکنم که با عقیده بلاگران نه اونقدر اهمیت دهند و بیشتر مثلا جوانان مثلا با کتابخوانی مشغول شوند با دیگر کارها مشغول شوند. راستی من گوشم نمیکنم تماشایم نمیکنم ذوقم نداره. یگون چیزی برجسته نیست. مقصد اگه در کار باشه استفاده کنن اونجا میبینی. اگه بلاگ باید نگاه مثبت کات باید بیشتر کنه. خوب درک نکردن نمیتونم که بلاگران ما بیشتر برای خود کار میکنن. بیشتر برای اون که معرفی خود کار میکنن، اونها خود رو معرفی میکنن. اما این چیز اونقدر نه چند خوبتر است. باید بلاگران ما درک کنن که برای عموما برای فرهنگ، عموما برای خلق، عموما برای جامعه بیشتر کار بکنن و در این صورت ما میتوانیم گفت که آینده سمت بلاگینگ، عموما بلاگری میتواند روشن‌تر شود و یک کار شود که به فایده جامعه باشد و خدمت هم کرده تواند. بلاگر دیگه طرف هدف همش نگاه اقتصادی است. اونجا باید نظرسنجی نسبت بلاگر معین شود. یگون مگزین اگر реклама کنم سوداش پیش میره. زود حاجتی تو را میبرارد. Во-первых, блогеры мешают нашей сегодняшней молодежи. Очень много молодежь берет пример, хотят зарабатывать деньги вот таким легким путем. Ба пул мухтач шуд. И поэтому очень многие вот сейчас, кто, например, не хочет учиться, вот они думают, лучше мы будем заниматься вот такой деятельностью, да, блогерской, чтобы получать вот такие легкие деньги. Ну да, естественно, на массу влияют. Поэтому блогер должен быть, я думаю, положительный, потому что раз это несется в массу, значит, они должны нести что-то хорошее. Не сказал бы, но может где-то и влияет. Больше не видал, мы вообще не видим. Ну, на меня, во всяком случае, не влияет никак. Нашалеки нам известно, мода ваш зарарашам нашда. Ее блогеры ба джамият бисёр таъсири калон мерасонанд. Бисёр коро да ё устоза нами коро хишонда. Ма ба блогеры боварӣ дорам. برنامه‌های مثبتشون خوب است. مثلا در پلتفرم تیک تاک که بعضی برنامه‌های هستن برای جامعه خوب نیست که استفاده نادرست میکنن. خب پرسکاو ادامه دارد. چند نفر بلاگران را واخوردیم. عجیب، آنها چرا بلاگر شدند؟ خب شخصا من میدیدم یک چند نفر رو من میگفتم که این نفر برای مثال در اینجا خطا کرد یا اینکه این نفر میتوانست که این کار رو خوبتر کند. از همین لحاظ من تصمیم گرفتم که یک بلاگ خود رو کشایم و همون روشی که من نقص میبینم، همون شغلی که من دارم، همون چیزهایی که من میخواستم که به بینندگان گویم، همونها رو به طور میخواستگی خودم به بینندگان میرسونم. به این صنعت دل داده بودم. Хочу быть популярным. Она گفتم که با صحنه میبروی. Чтобы узнавали, фоткали со мной, вот поэтому. تماشابینان نگاه میکنند. У меня это опять же хобби. فهمو و همین طریق از دیگر نفران میپرسیم. بلاگر شدن میخواهید؟ نه. چرا بگی؟ چرا؟ حیاتم نغزه. دارم من خودم استفاده میبرم دارم ولی اون ویدیو بیاره پست میکنیم زیاد به او آیت چیز نداریم که از او آیت. من فکر نمیکنم که ژورنالیست باید بلاگر. ژورنالیست خودش علاقه ژورنالیست هست. همون کاری که بلاگر میکنه ژورنالیست هم میکنه، دقیق‌تر و درست‌تر هم میکنه، چون با این کار بیشتر کار کرده است، تجربه دارد
اکثر بلاگران از ناکجا میآیند. هستند البته بلاگرانی که واقعا هم سخن برای گفتن دارند، چیزی برای نمایش دادن دارند، ولی در اکثریت میبینیم که چنین نیست. Не, албатта. Да, в будущем хотелось бы попробовать. Я телеведущая, но далее хотелось бы попробовать себя в качестве блогера, потому что сейчас век новых технологий, и нужно больше развиваться в социальных сетях. برای ترغیب یک گوشه سیاحی، برای ترغیب کدام یک سمت، مثلا امکانیت های سیاحی، من میتوانستم که بلاگر شوم. نه، من همچون یک ژورنالیست هیچ وقت خود رو همچون بلاگر احساس کردن نمیتونم، چون که ژورنالیستیکا فراتر از بلاگری است. خود همین بلاگر یک شاخه فکر میکنم که ژورنالیستیکا است. Не. Не. Нет. У меня другие приоритеты. Не, من میخواد حتی تصور نکردم که من بلاگر شوم. Да, собираюсь. Не. Не, نمیخوام. نه کم страничкай خودم وای پیش میبرم. در اینترنت وای کار میکنم کمتر. نه بلاگر نه. نه دختر. اکنون من وقت بلاگری ندارم، برای که هر یک دقیقه ثانیه ما به حساب است، برای همین. لیکن با بلاگرها وقت یافته ایراد میگیریم، توصیه میدهیم، بسیار چیزهای، حتی عادی‌ترین چیز یکی سوال میتونم بین خود تالان چی بود با توجیکی؟ ما دارم مینویسیم که استعداد گفته. نه. Не, افسوس. Не. Не, мам. Не. Нет, зачем? Я хорошо работаю, зарабатываю. Зачем мне быть блогером? Зачем, чтобы меня все знали? Счастье любит тишину. Не, у меня нет такой способности. Не. Нет. Нет. Не. برای فعلا نه. من خودم یک استاد هستم. عجیب، در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز قریب که پاسخ‌ها همین گونه اند. دقت کنید. سپاس برای اشتراک در برنامه. واقعاً اندیشه‌های خیلی جالب را شنیدیم که عین مدعا بودند. و در آخر موضوع نوبتیمان را نیز قید می‌کنیم. انتخاب کسب. خیر دوستان، خانه آباد باشید.